سلام موشکاف، اونم تو شب 4 همیاری با سیمای آزادی. خیلی سلامه. با طوفانی که شما هموطنا به راه انداختید، موشکاف حسابی شارژ شده و میخواد با یه تحلیل مختصر دک و دنده عظما رو همچی شاتالاپ بیاره پایین. همیاران سیمای آزادی، گلای برنامه گل ریزان، خدا قوت، جمال همتونو گل بارون. رژیم ولایت فقیه نگو، شترگاه پلنگ بگو. هیچی از این رژیم لکنتی به هیچیش نمیخوره. واسه خاطر همینم هست که از همون زمان خمینی گور به گوری تا همین الان هر رئیس جمهوری که از تخم انتخابات نظام بیرون میاد 2 روز بعد واسه ولی فقیه شاخ میشه. دقت کردین این روزا شیخ فری چقدر مردم میکنه و هی رگ مردم رو به رخ میکشه؟ من سخن رو از یک نکته اساسی آغاز میکنم و آن این که در جمهوری اسلامی ایران پایه و اساس همه تصمیم گیری ها در اداره کشور مبتنی بر نظر و آراء مردم است. مردم صاحبان این کشور هستند. ما هر کدام هر عنوانی که داریم همین پس‌فریزوزم بعد از قیچی شدن وزیر علومش رفت سر قبر دجال و واسه در بردن حرص ولی فقیه رأی نداشتشو خرج کرد و اینجوری قفی اومد. رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی با تأکید بر عزم دولت برای ادامه مبارزه با فساد از جمله در زمینه مدارک علمی و بورسیه‌های دانشگاهی گفت با تغییر یک نفر مسیر دولت تغییر نخواهد کرد، بلکه همان مسیری که مردم و آراء مردم برای ما مشخص کرده‌اند ادامه خواهد یافت. بعدم از فرصت استفاده کرد و 4 تا درشت بار دلواپسا کرد که البته این قسمتشو تیبیریش نشون نداد. امام تعادل را به ما آموخت و گفت از افراط، جمود و تحجر و خرافه بپرهیزیم و از تفریط، اباحه‌گری، غربگرایی و غرب زدگی فاصله بگیریم. امام راه وسط و اسلام ناب را به ما یاد داد. اینجا بود که شربت مداری پرید وسط معرکه و گوش شیخ فری رو چسبید و همچی بی پرده به طرف فهمود که رئیس جمهور تو نظام ولایت فقیه چیزی بیشتر از چاکر آستان ولایت نیست و رئیس جمهور اصلی خود اوزیه. در ایران رئیس کشور یا رئیس حکومت جمهوری اسلامی یا همان رئیس جمهوری در معنای واقعی و حقوقی حسب اختیارات و صلاحیت‌های پیش بینی شده در قانون اساسی مقام رهبری است. به عبارت دیگر رئیس جمهور در ایران صرفاً رئیس قوه مجریه است، آن هم نه همه قوه مجریه، بلکه ریاست قوه مجریه در اموری که مستقیما به رهبری مربوط نمی شود. باید گفت برخلاف نظر آقای روحانی اتفاقاً مردم رأی دادند که رئیس جمهور فقط رئیس دستگاه اجرایی باشد. علی گدا دست ننت درد نکنه با این رئیس جمهور آوردنت. هنتری نژاد بعد 6 سال کارش به شاخ و شونه کشیدن جلوی عظما کشید، اما این شیخ فری 1 ساله خودشو رسوند و همچی کنبار خر ولی فقیهشو چسبید. آقا دیگه این که شکاف نیست، به قول شاعرها مغاکه. ببینید چه وضعیت آشولاشی داره این نظام که ولی فقیهش اون همه دم از تایید دولت زد، اما آخر کار شربت مداری اینطوری از شیخ فری پذیرایی میکنه. بگذاریم آقا جون، بگذاریم. این گنداب ولایت رو هرچی بیشتر هم بزنی وضعیت خفنناکتر میشه. شب شما بخیر، زد زیاد.